دوستان سلام. این آیروکس مشکل ترمز عقب داره، ترمز عقبش خالی میکنه. ببین یه وقتا یعنی خیلی وقتا مشکلات موتورتون خیلی کوچیکه و با یه هزینه خیلی کم ایرادش برطرف میشه. من در بالا رو باز کردم، ببین موتور وقتی فرمونش اینوره به سمت راسته، اون سوراخی که اون وسطه، حالا رابط بین شیلنگ و پمپ ترمز عقبه، کالیپر ترمز عقبه، روغن میاد روش وای میسه، ولی وقتی فرمون رو به چپ میچرخونی ببین سوراخ معلوم میشه، حالا خالی میشه ترمز نمیگیره. فقط کافیه که این تعمونده روغن رو خالی کنی، روغن تمیز بریزی داخلش. خیلی از مشکلاتی که موتورتون داره با همین هزینه خیلی کم به همین سادگی میتونه برطرف بشه. فقط کافیه که میشه تعمیرکار مطمئن برید و مطمئن باشه از اینکه ایراد الکی روی موتور نذاره و هزینه اضافه ازتون نگیره. مرسی که ما رو دنبال میکنید. موتورچک مسعود.